سلام بچه خوش به کانال مستر فونی. بچه امروز من با کانال ASTV عین همیشه بچه امروز آدم از این 50 تا و از این یکی 50 تا سوال جنجالی بپرسم، سر هم میشه 100 تا و اگه هر چقدر بیشتر اسکیپ کنن، مثلا این 5 تا اسکیپ کنه، این 4 تا بعد یه دونه سس ادامه کار بریم دیگه. هم بچه این اگه 5 تا اسکیپ کنه، این 4 تا این بعد بخوره. من چون بیشتر اسکیپ کردم سس فلفل. خب بچه بریم ویدیو رو شروع کنیم. آقای دوربردار نمیخواید؟ آقای دوربین آقای فیلمبردار نمیخواید بگید؟ نه یو گایز من اینجام امیرعلی. بچه بریم واسه ویدیو. ببینید اگه من نیستم خب بازم بذارید ویو بخوره، اشکال نداره. یک ذره گناه دارم. خب کسایی که فقط میخوان تا خاطر ما ببینن، نه تو. بریم ویدیو رو ببینیم. اول از بابا من میپرسم مجازات مجازات باید بنوشه. چی بنوشه دیگه. میخورم. بله. خب بریم بچه. الگوی توی زندگیت کیه؟ والا سریع فکر نکن. اندوتید فرد مشهوری که بهش علاقه داری کیه؟ علاقه یا علاقه داریم؟ نه بگی مثلا یه بازیگر، خواننده. نه علاقه داریم. تو علاقه یکی داری دوستش داری، یکی داری علاقه اونی داری. که دوستش داری کیه؟ آها اونجوری واسه خانم اسکات جانسون اور گلگدو. خب من نمیشناسم ولی اوکی. اوکی نمیشه خاک تو سر. به کدوم اعضای خانواده‌ات نزدیک تری؟ پسر خالم. یعنی مادر پدر هیچ؟ نزدیک رفیق همه چیمو بدونه پسر خالمه. آها مادر تو همه چی تو میدونه مگه؟ نه. چه چیزی یک فردی تو رو مثلا باعث می‌کنه جذبش بشی؟ پایه باشه. آره. بهترین توصیه‌ای که تا به حال به تو شده چی بوده؟ حالا هیچ کس به ما توصیه نمیکنه. اسکیپ؟ نه هیچ کس توصیه نمیکنه. نه باید بگی. میگم توصیه نکردن که بکنیم باش. نکردن که بکنیم. آقا اینو میذارم. من اینو میذارم. چیو میذارین؟ تو قرارات رو برم. اینو میذارم. طولانی ترین راهی که مثلا با ماشین یا هواپیما با هر چی تو راه بودی چی بود؟ 13 ساعت تا سر رسید. 13 ساعت. اوه جالب ترین هدیه که گرفتی چی بوده؟ حالا کلا یه نفر به تولدهای من هدیه میده، اینم اسپری خوشبو کننده. کسی که من کالا تولد هدیه نگرفتم از کسی. چیزی که در مورد زادگاه دوست داری چیه؟ پسر خالم دوست دارم. زادگاه اون زادگاه اینجا نه که. نه دیگه اینجا داری زاد دیگه. اینجا زادگاه میشه اونجایی که به نه من اینجا رو میخوام بپرسم. پیشرفته است نسبتاً سر گوربای چه همون برادر اهمیت شغل رویایی چیه؟ استعداد نشوفته‌ای داری؟ بله خواننده. بله دوچیه دو هم اگه میار نباشی. اگر لوله چراغ اجازه داشته باشی. بله دیدیم ما پشت صحنه و ویدیو هم بودیم داداش. بله چند تا آقا از بگی 3 تا آرزو. چی؟ 3 تا آرزو. آره یه دونه لوله چراغ اجازه داشته. یک یوتیوب هم نگیره. دو پولم زیاد باشه. بچه داره اشکش در میاد. لایک کامنت صافش کنید. بنده خدا رو داره چنلش اشکش در میاد. بیا برا چنل. اگر حق انتخاب داشته باشی دوست داری کدوم حیوان باشی؟ حیوان کوسه. کوسه؟ چرا میتونم بپرسم؟ بس یک کوسه داریم تو کوسه ها. یه دونه کوسه داریم معمولی و تو مگالاتون. من مگالاتون علاقه زیادی دارم. دوست داری کدوم حیوان اسطوره‌ای رو به عنوان آقا دوست داری چه حیوان خونگی داشته باشی؟ اون چه گربه. سگ بیشتر. سگ منطقیه. سگ خیلی منطقی تره. تو حالا آدم مخفی درست کردی؟ آره. ولی همیشه قیافش میشد. بله خودتو داخل 3 کلمه یا یه جمله توصیف کن. شکلات. داخل مثلا میان اطرافیان چه کسی تو رو بیشتر میشناسه؟ پسر خالم. اگه دوست داشتی مثلا اگه یه فیلمی از زندگیت میساختن دوست داشتی کدوم بازیگر نقشتو بازی کنه؟ اندرو تیج. نه اینا نیستن. یا کریس همسورث کی هست؟ یا رابینی داین جونز. بله. رابینی آقا عکساش این بالا مالا ها میاد. میدونی که نمیذارم. غلط می‌کنی. نمیذاره. کریس همسورث بازیگر سوره.
راوینی هم بازیگر سور. مرداهنیه. او آره. قشنگ دیگه اصلا. زیبا. اگه بیفتی زندان دوست داری کی بیاد واسه وثیقه بذاره که آزادت کنه؟ پسر خالش کس نذاره. نمیخوام. آقا نمیخوام کسی من. بذاریم بمونم هم بمیرم. غذا که مفته، جامونم که مفته. چی میخوام؟ خیلی خری. ببینید همینا یوتیوبش رو دوست نره، سابسکرایبش رو دوست نره. کجا چه ربطی داره؟ آقا اصلا بیاد بیرون میره تو رپورت میگه زندونی هم. چه ربطی میرم داره؟ بگم آه. چه چیزی هست که بدون آن هرگز نمیتونی زندگی کنی؟ اوه اولی شیت. من جواب آقا وایسا حق کمک کردن دارم. نه. نه 50 تا شخص سال یا چیز؟ عباس شمردی؟ اونجا عدد داره کنارش. شخص یا چیز؟ وسیله. 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 نه این وسیله چرا؟ دوتاش یکی اینو بگو یکی اونو بگو. شخص والا پسر خاله وسیله اسم. چی؟ اسم. اجتماعی وسیله است. اسم هم وسیله است پسر. چیزی که داخل اون اصلا خوب نیست. درس تاریخ. ای بابا بقیه درسات خوبه؟ بگه درس هم تاریخ هم کیه؟ اون چیه کیفیه. که دوست داری امتحان کنی مثلا تا نموردی دوست داری سریع امتحانش کنی. یه ایده ندارم. اسکیپ؟ اسکی. یه اسکیپ. ندارم. یه اسکیپ. بچه یه اسکیپ. تو ایده ای آقا چند ندارم. بود؟ چی بگم؟ الان 21 سوال 21 اگر تو 3 ماه یه غذا بخوری چی بود؟ مکارونی؟ مکارونی؟ من 25 تا از این میپرسم 25 تا از این تا 25 تا تو پرسیدم ولی آخر سر که از اینم 25 تا پرسیدم 10 تا سوال که واقعا این دیگه خیلی واقعا چیزه. خیلی جنجالی اونو خودم میکنم باشه اوکی. قبول پنج خب سال. قبولی البته الان این دو تا الان من یه اسم الان- داشتم. الان تمام شد این الان آره با یه اسم تموم کرد. خب اینم سوالایی که از همین پرسیدم هستن چرا الگوی همین زندگی عقل چی؟ کار. نه پس اینا نپرس اینا نپرس. برو عوض کن. آقا عوض اینجوری کن. امکان داره واسه این سخت‌تر بیاد ولی این اسکیپ کنه آقا سخت در باشه دیگه تا همین دیگه علی خفه شو برو. سه تا. مهم نیست. سه تا برو. یه دونه اون میشه قبوله؟ نه نه برو. برم بچه برو از اول نمیری. برو باش، باش. بعد از 25. من اینجا دارم میبینم. نه این سوالای این بعد اینجوری آها اونجوری. برم مثلا آیا تا به حال پیش اومده که از جای بالا بروی و نتونی بپایین از جای بالا بری نتونی بپایین برای من پیش نمیاد اما تنها باری که پیش اومده یه بار از کو رفتم بالا بلد نبودم بچه بودم انقدر بودم بچه گفت ما داریم اینجا زحمت میکشیم. به کسی دروغ گفت در مورد سن به مگه کسی- میشه دروغ نگفت؟ همه جا ما تو جیمیل گفتیم. همه باز بابا نه. جیمیل که اصلا جیمیل باید 36 سال 1986 من جیمیلم 36 سال بابا داخل جیمیل همه میزنن بالا تو ایران من جو جیمیلم شده خب تا حالا داخل جمع آروغ زدی؟ سوالای چرت و پرت چه نزدم بابا سوال پاسخ دهی اما کسی از تو نمیپرسه دوست دارم پاسخ بدم کسی آره اصلا مثلا ازت بخوام یه سوال دوست داری ازت بپرسم ولی کسی ازت نمیپرسه آیا کونی هست تا حالا دیوونه بازی در آوردی خب آره ببین من شب باورتون نشه زمانی که حوصله‌ام سر میره ها؟ یه هر بعد کس از فهمیدم دست میده تفنگ بازی خیال مثلا خیالات بازی زیاد کالاف بازی کردی. نه زیاد حتما اون نی اصلا شده 24 گودآفور ساعت برم است. توی مارول دی سی همه اینا ترکیبی هم زدم منم شده. زینویش کامنت چشم برو چشمم خب نه پایین فشار یک بالا پایین. تو چی؟ من مچاله نه، کنیم یه بگی چی سوال بالا معمولیه. هر جا دستم بیفتم آره. اینجوری میگیرم آره، من آره. ایمدم میندازم یکی دیگه روی صورت امیرعلی دارم. آقا اجازه میدی تو چی؟ زوم می‌کنم. گرتونی بکنی واکن گوشی اون دست واقعا شخصی است که دیگه نمیتونی انجام بدی زلزله اومد. اگه بشه ای اوکی این اسکی بسام نمیشه چون یه اوکی اوکی دم فدراله حلاله حلاله. من سوالت دقت کیلو نه
بقیه فهمیدم منظورم توی ویدیو نیست. ایمان شنو دن تا شنیدی چی بود؟ چی؟ خنده دارترین جوکی یک تا حالا شنیدی. خنده‌دارترین ویدیو شنیدم. منم پوتک بوده، یعنی ویدیو پوتک رو می‌دیدم. آنجا آره. طرف بود ویدیو چیز بوده. نخور یا اسمش چی نمی‌دونم. نخور بابا یکی بریز از آخری. فیلم‌های بود بتمن و اسم آها مترزک ساخته بود بتمن و دورچی اومده بودم واسه پیر تابه جلوی دیگر و دودی چی بوده؟ بدترین سوتی که دادم. ما تو یه سورنا اینو گفتم ببین. جواب دادم تو جواب دادی؟ تو یه سورنا گفتم تو کلاس آنلاین آها آره بچه اگه یه سورنای استیوید هم ندید حتما برید اونم حتما. ببینید. خیلی آقا. ویدیو قشنگ شده با اینکه من اصلا اونجا پشت صحنه‌ام نبودم مسافرت بودم. نبود آقا از این کار اصلا خجالت نمی‌کشم رو کلاستم میگم. واسه یکی از معلمایی که اینا فهمیدن چی میگن. چی بود؟ همون معلم ورزشمون بود. خب همون اوکی. معلم ورزشمون بود. من بچه بودم دیگه از کلاس ششم رفتم هفتم نمی‌رسم مسابقه تقدیم کنه. ورزش گفتم سلام خانم معلم. خب بعد این کاری نداشت سریع برداشتم ویرایشش کردم. آها جمع کردی کلا تو آنلاین بوده دیگه دن 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 دن. از قرمز از قرمز خیلی تونده آقا تو آره. حالا چیزی رو بشنی و کسی نگیش؟ نه. ببین 20 شاهی برادرم بالا سرم من نگه کل کامل خبردار میشم. اسمی که تو حالا شنیدی چی بوده؟ خنده دارترین اسمی که تو حالا شنیدی ببین، داخل یکی از ویدیوهای سوتی بود اسمش یادم نمیاد اما فامیلیش طرف بود باس واقعا؟ تو شناسنامه‌اش قشنگ در آورد نشون داد گفته کسیه چه فامیلیه برای بگو امیرزاده یه همچین چیزی امیر نکن برو بعدی یه برو همچین بعدی چیزی سوال خب بعدی دیگه سوالی نداری؟ نه من قرارم خانم 5 تو- سال بود تو خب پس فقط تو یه دونه اسلیپ داشتی آره دیگه من خوردم دوباره بده من بعد بهت میدم. چه فرقی پشت می‌کنه؟ صحنه. بچه تموم شد سوالا من سوالی نداشتم اینو پاکترین آدم های دنیا هن آره آقا میخوام آره اصلا چی؟ بچه چند چی کار داریم گفت که ریختی زمین؟ چی؟ نه بابا. برگو لگت خب آقا من یه سوال حق دارم بپرسم چون الان شما امین هست. ناموس پرش آقا ببینید بچه یعنی پره حتی رو انگشتم هم ریخت. آقا چون چنل شما ببین من میاد تو حق چنل پرسش من سوال دیگه. دارم. اینو یه ثانیه بگیر دستت. بیا اینجا بیا بشین اینجا ما لذت چنل من آه شت. بدین دست من میخوام ضبط کنم میای چون تو قرار چنل است من. فقط یه سوال بپرسم بگیر اینو بگیر اینو. میایین تو چنل من میگه برعکس نکنید قشنگ تا خرخره پر کردم که بعدا نگید که آقا این پر نکرده. آقا سسش هم تاریخ داره. کو تاریخش؟ نمیدونم ول کن آقا این سس گل بل بیلخ. گل دلار چی سوادت برو چنل من میایین دیگه نه من آخرین ویدیویی که باهات میگیرم ایزا آره بچه این آخرین ویدیویی بود که ما چنل استیویت میگیریم. اگر بعد ما رو با هم دیگه ندیدید دوستان بیار اینجا نگهدارتون. برش کردیم یه لحظه برو بالا. نخورد آقا نخورد آقا برو تا آخرش نخوردی. اون آقای زمینجوی بود خب بچه رفت آقا آب بخور چون خیلی ممنون که این ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومد باشه. لایک و سابسکرایبتون نره. به چنل تا هم حتما سر بزنید. چشم حتما به چنل تا هم سر بزنید، سابسکرایبش کنید، کامنت هم بزنید. ما که بسیار نخوریم. بهتر. کامل ما فعلا نخوریم. خداحافظ بچه‌ها. تو همون چنل بچه ها خیلی دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی خدا نگهدارتون.